سلام بچه، شما توی این ویدیو به من بگید که از بین این 4 کدوم از برنامه‌ای که میشه فیلم کوتاه دید رو انتخاب میکنید. از بین یوتیوب، تیک تاک، اینستا و روبیکا. این روبیکا اگه خیلی هم بد شده، به خاطر خیلی ببخشید که روبیکا بد شده، و از نظر من اولین برنامه‌ای که انتخاب میکنم روبیکا، چون که وقتی فیلترمون بس نمیشه میتونم برم توی این، حالا میتونم برم توش حوصله‌مو سر نره، از پارگی نجات پیدا کنه. و چون که من اینستا ندارم اینو انتخاب نمیکنم چون که ندارم. و از بین یوتیوب و تیک تاک من میگم یوتیوب، به احتمال 99% یوتیوب دیگه. و به من بگید که از بین این 4 کدومش انتخاب میکنید و به منم توضیح بعدش به منم توی کامنت ها توضیح بدید که چرا اینو انتخاب کردید.